وقتی شما بیزنستون رو شروع میکنید، دسترسی پیدا میکنید به آموزش‌های دیجیتال مارکتینگ و معمولا ظرف 2 ماه این آموزش‌ها رو میتونید به اتمام برسونید. بعد از اون شما تبدیل میشین به یک مربی حرفه‌ای دیجیتال مارکتینگ که میتونه در پلتفرم‌های مختلفی در سوشیال مدیا شامل فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، گوگل اد، پینترست، تیک تاک یاد میگیرین که کمپین های تبلیغاتی رو بسازید و به میلیون ها نفر کاربری که در سرتاسر دنیا دارن از اینترنت استفاده میکنن بیزینس آنلاین خودتون رو معرفی بکنید. و اگر اونها هم دنبال پیدا کردن یه شغل دوم یا درآمدهای جانبی هستن، وارد آموزشگاه اینترنتی شما خواهند شد و اونها هم شروع میکنن بیزینسشون رو با یاد گرفتن این آموزش های دیجیتال مارکتینگ. شما بهشون کمک میکنید تا اونها هم مثل شما به این سطح از آموزش ها، به این سطح از اعتماد برسن که بتونن کمپین های تبلیغاتیشون رو شروع بکنن و بیزینس خودشون رو گسترش بدن. برای همین هستش که در این نوع بیزینس و این نوع کسب و کار شما نیازی به امارداری محصول ندارید، نیازی به فروش محصول ندارید، نیازی به صحبت کردن با دوست و آشنا و فامیل و همسایه برای که بیزینس خودتون رو معرفی بکنید ندارید، چون شما بازار خیلی خیلی بزرگتری در اختیارتون دارید که میتونید با کمپین های تبلیغاتی که یاد گرفتین چجوری بسازینش بهش دسترسی پیدا بکنید.